به مناسبت نوروز لیراز چرحی با ماست از طریق اسکایپ از اسرائیل. لیراز یک خواننده اسرائیلی ایرانی تباره. به زبان عبری، انگلیسی و فارسی میخونه و در چند فیلم بین المللی هم بازی کرده. موسیقی لیراز سرشار از مایه‌های ایرانی. خودش میگه عاشق فرهنگ ایرانه و ما امروز ازش دعوت کردیم که مهمون ما باشه. نوروز مبارک. سلام به همه شما عزیز. خیلی خوشحالم که این مصاحبه رو با شما انجام میدم. پدر مادرم هر دو برام از ایران میگفتن، اما این برای من خیلی کم بود. همیشه به دنبال ریشه ایرانی در حال جستجو و اکتشاف بودم و دنبال این بودم که درباره ایران و اصالتم بیشتر بدونم. همیشه تا به امروز به این فکر می‌کردم که به عنوان یه دختر تو ایران بزرگ بشی چه جور تجربه‌ایه. فکر می‌کنم موسیقی چیزیه که داستان سفر منو تو این راه تکمیل می‌کنه. از پدر و مادرت درباره ایران شنیدی، ولی هیچ وقت این شانس رو نداشتی که به ایران بری، درسته؟ هیچ وقت این شانس رو نداشتم که برم ایران متاسفانه. و داستانای پدر و مادرم درباره ایران هم خیلی کوتاه بودن و مختصر، چون وقتی ایران رو ترک کردن نوجوان بودن. بخش دیگه درکم از ایران از طریق تلویزیون بود که بعد از انقلاب چندان خوب به نظر نمی اومد. به این نتیجه رسیدم که بدون اینکه بدونم از کجا اومدم نمیتونم راه هنری خودم رو پیدا کنم. برای همین وقتی لس آنجلس یا تهرانجلس رو کشف کردم تا حدی حس ایرانی بودن رو تجربه کردم و شروع کردم به جمع کردن CD کلی از خواننده‌های زیبای ایرانی و متوجه شدم که یه چیز متفاوتی تو صداشون دارن، یه جور حس عصیانگرانه، یه جور شجاعت. And I felt that I understood that they had something different in their voices. این خواننده‌ها بعد از انقلاب برای ادامه کارشون و خوانندگی با چالش بزرگی روبرو بودن. برای همین مجبور شدن از کشورشون برن. توی خانواده خودتون ریتا خواننده سرشناس خاله شماست. ریتا چقدر روی کارت تاثیرگذار بوده؟ خیلی 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 تأثیر بزرگی داشته، هم روی کارم هم روی خودم به عنوان یه خانم کوچیک در خانواده‌مون. چون مادرم و خالام 4 تا خواهرن، بعضیاشون همون حال هوای یه زن ایرانی معمولی رو حفظ کردن و بعضیاشون در اسرائیل سنت شکنی کردن که البته ریتا یکیشونه. برای من دیدن یه هنرمند توی خانواده‌مون که دنبال آرزو و رویاهاش رفته خیلی جالب بود. پیش خودم میگفتم من هم میتونم این کار رو بکنم. خوبه که سرمشق داشته باشی. من شخصاً با دیدن اجرای مشترک تو با ریتا بود که با کارت آشنا شدم. این اولین کارت بود به فارسی؟ نه، قبلش تو کارام جسته گریخته تجربیات کوچیکی داشتم لابلای کارام که به زبان عبری بود. My Israeli language, my Hebrew, but when she invited me to sing with her, اما وقتی از من دعوت کرد که باهاش بخونم حس کردم که چقدر برام خوندن به زبان فارسی نسبت به عبری راحت تره. And somehow, I don't know, this circle started to get close. و یه جوری به دلم نشست. It really opened my heart, that's for sure. מישהו מתנגד, אל נא ישמור בלב, יאמר כאן את הדברים, או ישתוק לעולמים, ישתוק לעולמים. הנה הגיע הזוג, על ראש העין אומה, הוא לבוש בחליפה, כמה אני מקנה. اگه شعر رو حفظی میتونی یک خطشو برامون بخونی؟
از اجرای 2 نفره؟ از اجرای 2 نفره. خیلی وقت پیش بود. کبوتر سفید من دل به که بستی. براوو براوو. So, you sing in Persian quite well. خیلی خوب به فارسی میخونی. فارسی چطوره؟ Okay, so I did the biggest mistake ever. My both parents spoke with me and این یکی از بزرگترین حسرت‌های زندگیمه. پدر و مادرم تو همین امروزش هم هر دو با من فارسی حرف می‌زدن، اما من عبری جواب میدادم چون نمیخواستم دوستام و آشناها نفهمن اونا چی میگن، چون به نظرم میومد بی‌ادبیه. بهشون گفتم مامان بابا با من فارسی حرف نزنین، برای همین حرف میزنم اما همه چی رو به فارسی متوجه میشم. خیلی خوب حرف میزنی. And it's like for me to sing it's like برای من خوندن به فارسی خیلی راحت و روون انجام میشه. نمیدونم چجوری یا چطور، اما اینجوری بوده. قبلش نمیدونستم مردم سراسر دنیا چقدر آتش اینو دارن که زبانهای مختلف رو بشنون مثل فارسی. برای منم اجرای کارهای ایرانی با تم تند و الکترونیک و با همکاری تهیه کننده‌های غیر ایرانی و اضافه کردن این لایه‌های جدید که عناصر وجودی خودم هم هست بزرگترین کاریه که فکر می‌کنم تا حالا تونستم انجام بدم. گفتی موسیقی ایرانی گوش میدی، درسته؟ درسته. خواننده مورد علاقت کیه؟ گوگوش. البته که گوگوش. تازه فهمیدم که تو استانبول برنامه داشته. ای کاش میتونستم برم، اما هر لحظه امکانش هست که بچم به دنیا بیاد. ممنون. دومیه یا اولی؟ فکر کنم دومیه، درسته؟ قبلا بهم تقلب رسونده بودی. خب گوگوش خواننده ایرانی مورد علاقته. میتونی از گوگوش برامون بخونی؟ بله، راستش تو آلبوم ناز یه آهنگ خیلی قشنگ و ازش بازخوانی کردم. آهنگ حالا باور بکنم یا نکنم. عاشق این آهنگم. حسی که تو این آهنگ هست نشون میده که گوگوش یه زنه، یه هنرپیشه و خیلی بیشتر. تونستم با همه این ابعاد مختلف ارتباط برقرار کنم. اومدم شب رو باور نکنم قصه نزشت، حالا باور بکنم یا که باور نکنم، دردی درمون نمیشه، کاری آسون نمیشه، کوه قصه روی قلبم دیگه ویرون نمیشه. براوو. آفرین. آرزوی نوروزی چیه؟ الان موقع نوروزه و مردم تو ایران جشن گرفتن. What is your نوروزی wish? اول از همه این که یه دختر سالم دنیا بیارم و در سلامت کنار خانواده‌ام باشم، و دوم این که این روزا که یه جورایی این معجزه، مدیر برنامه‌های عزیزم بهم خبر داده که قراره برم اولین تور کنسرت هامو برای پروژه ناز تو اروپا برگزار کنم. خیلی برام هیجان انگیزه. آرزو میکنم بتونم به بهترین نحو از عهده‌اش بر بیام و امسال با موسیقیم بتونم تو دل مردم جا باز کنم.
خیلی ازت سپاسگزارم لیراز. نوروزت هم بسیار شاد و فرخنده و ممنون که با ما بودی. خداحافظ.